یک نمونه دیگری از فریبکاری‌های قزوینی رو نشونتون بدم که کسانی که زنگ میزنن به شبکه ایشون متوجه باشن که این انسان خبیث چطور فریب میده بیننده رو. و بعضی از تشکرم میکنم از بعضی از عزیزانی که زنگ میزنن و این خباثت او رو آشکار میکنن. با هم این کلیپ رو ببینیم. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241. خب اکثر بیننده این شبکه عربی رو خوب متوجه نمیشن، اصلا نمیدونن که اونجا چی نوشته. این یک قسمتی رو از یک روایت میاره و بعد از اون دیگه شروع میکنه مثل یک خیلی عذر میخوام مثل یک سگ هار میفته به جان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هرچه بد و بیرا بود به اونها میگه. ببینید که چطور این انسان دروغ میگه. ببینید احمد ابن حنبل در متوفای 241 روایتی رو نقل میکنه، سند روایت هم 100% صحیح عرض میکنم. میگه و این تؤمروا علیاً، سند روایت هم گفت 100% صحیح هست. این رو به یاد داشته باشید، 100% صحیح هست، هیچ اشکالی هم نداره. حالا بعد میبینیم که آیا این حدیث چگونه است. میگه و این تؤمروا علیاً ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدید گرچه میدانم نمی کنید، او هم هدایتگر هم هدایت شده است، یأخذ بکم الطریق، شما را به زور هم که باشه در صراط مستقیم قرار میده. این روایت رو اینطوری خوند برای بیننده. حالا من از همین صفحه خودش در اینجا چی میگه؟ احمد ابن حنبل متوفای سال 241 روایت میکنه عن زید از علی رضی الله عنه قیل یا رسول الله من یؤمر بعدک، بعد تو کی رو امیر خودمون تعیین کنیم؟ قال ان تؤمر ابا بکر رضی الله عنه تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر ابابکر رو تعیین بکنید رضی الله عنه، ایشان را امانتدار، زاهد در دنیا و کسی که رغبت به روز آخرت داره خواهید یافت. و این تؤمروا عمر رضی الله عنه، اگر عمر رو رضی الله عنه رو انتخاب بکنید به عنوان امیرتون، تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومة لائم، اگر عمر رو انتخاب بکنید قوی امانتدار است که در دین خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمی ترسد. اینا رو ذکر نمیکنه. اینا رو ذکر نمیکنه چون که اینها شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی هستند. افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. الله سبحانه و تعالی که صفات یهودو که ذکر میکنه در قرآن کریم که بعضی از قسمت‌های تورات رو ایمان داشتن و به بعضی دیگر ایمان نداشتن. اونجایی که به نفعشون بود، فواید دنیوی براشون داشت، قبولش میکردن، اما اونجایی که فواید نداشت و به ضررشون بود قبول نمیکردن. دقیقاً این صفت همینطوری نسلا در نسل از عبدالله ابن سبع یهودی منتقل شده به قزوینی که در اینجا چی میگه؟ این قسمتی که سرخ کرده فقط همین رو میخونه، بالا این قسمت‌های دیگر رو نمیخونه. ببینید همه اینها صفات یک امیر و یک حاکم خوب است. اگر ابوبکر میگه امین، امانتدار، حاکم باید امانتدار باشه، نه مثل خامنه‌ای که بره پول ملت رو بدزده، نه مثل مجتبی خامنه‌ای پسرش که به خاطر به دنیا آوردن یک کودک بره چندین میلیون دلار و یورو رو خرج بکنه در لندن و ملت بیچاره ایران نان خوردن نداشته باشن. دزدی هایی که اینا میکنن، اون اطلاعاتی که زنگ زده بود منظورش همین دزدی های آقای خامنه‌ای بود. میگه که زاهدن فی الدنیا، یعنی در دنیا زاهد میباشه ابوبکر و رغبت داره به آخرت. این که صفت هر انسانی باشه شایسته امارت و حکومت است.
و اگر عمر رو تعیین بکنید رضی الله تعالی عنه تجدوه قویا امینا لا یخاف فی الله لومة لائم. عمر چه صفاتی داره؟ قوی است. قوت عمر نمی بود در زمان عمر فارس و روم و شام و فلسطین و ایران و این همه سرزمین ها در زمان عمر فتح شد. قویا امینا لا یخاف فی الله لومة لائم، هم قوی است، هم امانت دار است و در دین خدا از ملامت هیچ ملامتگری نمیتونه. بهترین صفاتی که یک حاکم مسلمان باید داشته باشه. و این تؤمر علیا رضی الله عنه و را اراکم فاعلین. خب این از بعد نگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این از کرامات ایشون بود که الله سبحانه و تعالی به ایشون خبر داده بود از طریق و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. چرا میگیم؟ هر حرفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میزنن وحی بود از جانب الله سبحانه و تعالی. و اگر علی رو امیرتان تعیین بکنید که میبینم که شما این کار رو نخواهید کرد بعد از من، تجدوه هادیا، او را هدایت شده، هدایت یافته، و مهدیا، هدایت کننده، یأخذ بکم الطریق المستقیم، شما رو به راه مستقیم به زورم که شده میبره به قول قزوینی. خب نامرد اگر میخواستی این حدیث رو روایت بکنی از اول روایت کن مثل آدم. پسر خوب، ببیننده میگه پسر خوب، نه پسر خوب، اگر که میتونی اینو از اول حدیث رو کامل بخون، بذار که بیننده شیعه و سنی، کسایی که نشستن پای تلویزیون تو ببین چرندیات تو گوش میدن، حداقل قضاوت رو بسپار به اونا، حدیث رو کامل بخون. چرا ای بالا پایینش رو قیچی میکنی؟ لا تقربوا الصلاة رو میگیری و انتم سکاراش رو ول میکنی. این یکی از روش های این بدبخت است که این گونه احادیث رو به خورد مردم میدیم. حالا یه حرف گنده‌ای هم زد، گفت این روایت 100% صحیح است. این بالا ببینید هیچ تصحیح و تضعیفی نکرده این روایت رو و دلیلم نیاورد برای این حرفش که در کجا گفتن که این روایت صحیح است یا ضعیف است. ما رفتیم این حدیث رو از سایت اسلام وب که کسانی که میخوان بحث بکنن در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بهترین سایت است، خاصتا در موسوعه الحدیثش برید. زیبایی این سایت اینه که وقتی شما این کلمات حدیث رو در اینجا می نویسید و بعد از اون سرچ میزنید، حدیث رو که برای شما آورد راویان رو میاره و روی هر راوی که کلیک بکنید به این شکل یک پنجره باز میشه، کلا این راوی رو میاره که این کی است، اسمش چی است، از کدوم منطقه است و در کدوم رتبه و قرار داره. این ثقه است راوی اولش، اسود ابن عامر. این پنجره رو میبندیم. عبدالحمید ابن ابی جعفر، این رو میاریم. این رقم راوی عبدالحمید ابن کیسان، کوفی است، مجهول. این علامه علم رجال که از 1000 تا 1100 بلد نیست بشماره، این راوی مجهول رو میگه که این روایت 100% صحیح است. فکر کرده که تو مذهب اهل سنت هم همینطور فله‌ای هر حدیثی رو بیاره هر چی که دلت خواست تصحیح و تضعیفش بکن. این راوی مجهول است. بعد از اون میریم اسرائیل که این اسم است، این راوی ثقه است. ابی اسحاق ثقه است. زید مقبول است و علی رضی الله تعالی عنه که ایشون صحابی است. این روایت مرفوع است. یعنی چی؟ این روایت مرفوع است یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این سخن رو نسبت میدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث مرفوع است، حدیث صحیح نیست، آنگونه که این دروغگوی مکار به قول خودش اومد گفت که این حدیث 100% صحیح است. این تخریج این حدیث، این سایت اسلام وب هست. احمد جان اگر که این قسمت رو برای این islamweb.net دوستان این رو یادداشت بکنن، میتونن خیلی راحت احادیث رو در اینجا بررسی بکنن و شکار دجال های دروغگویی مثل آیت الله قزوینی و شبکه ضلالت نشن. تشکر از احمد جان، تشکر از شما بینندگان عزیز.
آه 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 آه